ما خیال میکنم که اینا همش رسمیت هست یا چی. برای ما عید یعنی میخواستم خواهد راه داشتم آرام تیز قیل شما گفت دادستیم از این در عیدی وحدتی بهتر نیست. بله. وقت زمان را ما دیدیم که در همه جا آرام بودیم، در فرزندامون در کل کجا رست میشدن و نمی لحظه بزرگونا گفت دادستیم کجا پوری ماشین مردم ها گشت یا خنده کرده همین جشن وحدت هست. استاد همین کمیسی آشتی ملی یادم است که ما هر روز می رفتیم اونجا گزارش ها آماده می کردیم، صحبت ها می کردیم با شما با دیگران. استاد لحظه هایی بودن که کار کمیسی آشتی ملی دوچار بنبست می شد. کدوم از این حادثه های بسیار وزنین که شما را شب خوابروی نماند و فکر کردید که چیکار کنیم به یاد تو هست استاد؟ همین میخواستم برای ما کوتاه نقل میکردید. باور کنید هر لحظه های حیات اصل از رشت از طالب برآمدن سال اولای 92 تا امروز همه به یاد ما هست و همش اوقع مساعدت نکرد که بفکرم هم من و همه اعضای جامعه را که شب آرام خواه باشیم. همه یک داغ بود، یک درد بود که ملت بود که بفکرم کسی که سالم عقل بود و همین مردم و همین مردم یا خودش فرزنداش را فکر نکرد همین حال داشت. خب با فرق از اون که بعضی ها مسئولیت داشتن که در اونجا میانه روی کنن، در اونجا موقع همروزه را حمایت کنن، سپرشای دادگی سردار دولت در اونجا حمایت کنن. همین خیلی فرق از این خیلی بوده مگر شما هم خواب نداشتید. بله. ما هم خواب نداشت. ما در یک کدام یک وقت یک چیز نوشته بودم در کتاب تاجیکستان شکستن ها و بستن ها. نگاه من کودکای همون زمان پیش از 3 سال پیر شدم. کودکای همون زمان حالی که آدمای با عقل و با بلاغت رسیده و فرسیسته. بله بله استاد، یک حادثه خاصه که خصوصا خودتون شخصا تکان داد در همون شب روز کدام بود که به خوبی حل شد و راه حلش پیدا شد و بعد تلاش و زحمت های شما؟ همه من اونجا کار کردم. اونجا ما احترام دارم، هم جانب محترم اپوزیسیون را نیست. راهبریت شکل اعضای کمیته آشتی ملی بودگی ها شما با استثناء یک یا 2 نفر همه صلح میخواست، همه زحمت میکشید. جفامون گفت بود، احترام میکردم. گفتی که از دیل میبرامد به دیل میدرامد. همین خیلی یک کمیسیه یک سازمان چون خودخور بود. هرچی ما میدانستیم که هرچی زودتر سازشنامه را اجرا کنیم زودتر کمیسیه بین میرود. برای همون میگم که باید سازمان خودخور بود که کار خودش نقض اجرا کرد. همه عضو کمیسیه با استثناء یک کس که همه معلومه همه از نفس خدمت کرده بوده.